سلام بچه ها. خب این چیلر پست پورمونه که کولر رو سرد کنه. الان اومدم میبینم پست پوره دماش رفته بالا، بچه ها اطلاع دادن دماش رفته بالا. حالا اومدیم اینو ما چکش کنیم. خب بیایم روی منوش ببینین اگه بگیره منو. الان اینا رو ببینین فالتیه، فالتی و فن فقط روشن. حالا ما میایم ریستش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. استارت میشه یا نه. خب الان ریست انجام شد، صداش اومد، اینا به حالت دایره در اومد. یکیش استارت شد، این یکی بالایی ببینیم ردیفای دیگه هم استارت میشه یا نه. بعد بریم داخل رو چک کنیم. حالا داخل هم دوباره خواستم چک کنم براتون فیلم میگیره.